درود دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون دائم سخن را از گزارش‌های ترانسفری فوتبالی وطن شروع می‌کنیم، ولی امروز تنها سخن سر کارهای بزرگی استقلال است. در باشگاه فوتبال استقلال با وجود آمدن لفچگو هم باشد، باز هم نیمه نخست موسم در لیگ عالی باز هم دهشتبار سپری شد. از این رو نو رازنه تابستانه ترانسفری گشوده شد که استقلال درو 5 لگنر را به فرودگاه برد. اینا هم ایوان زاتکو، لوکا زگورسکی، فرانچیریک و دمیترو بیلانوک بودند. همچنین یک بازیگر دیگری چند وقت در حسابی شختیاری اوکراین بوده با نام خسرو تویروف هم از صف استقلال بیرون شد و بر روشن پیوست. ولی با فرق از موسم‌های پیشین، این نوبت استقلال بازیگران نوی خارجی نه بلکه 90% بازیگران منتخب تاجیکستان را در دسته سرجم کرد. از این رو طبق تاکتیک پیشین سفرنامه فوتبال بازان تاجیک، استقلال درو دروازه‌هایش را برای لگنران محلی گشود. بعد حنانوف از چمپیونات ایران، شیروانی محبتشوی و احسان پنجشنبه، شهرام سمی و علیشیر شکوروف یک زمان به گرجستان دمگیری رفته بود، دیگر باره پیراهن استقلال پوشیدند. پسری اندری تیخانوی دستان، میخائیل و الکسی شبتونی اوکراینی تنها 2 لگنر استثنایی گردیدند. این تابستان به صف دوشنبگی ها پیوستند. ولی سخن اساسی در مورد آن گروه بازیگران تیم محلی می رود که در چمپیونات خارج با قول زوری بد بازی نموده در استقلال چون همیشه از ستارگان اساسی اند. ولی از این بازیگران با سروری لفچنکو بودند که الکی فرصت پیدا نمودند تا در تالکو آرینا 3 خال با 2 دست ادب در سفر به میزبانان تقدیم نمایند. خلاص که اگر همسایگان ما الکی سطح بازی در جام جهان را با چشم دل و عقل رسا تجربه کرده باشند، ولی بازیگران نامور ما تا حال هم رفت آمد به استقلال را دوام دادن میگیرند. در انگلستان که پول بسیار است و آن را بعضن از درخت میچینند، ارزش گزارش بازیگران هم به حساب میانه با نرخ 40-50 میلیون و 60 میلیون عملی کرده می شود. مثلا این نوبت صدبرگانی سفید از ورزشگاه ایلن رود دروازه‌بان احتیاطی منسیتی را با ارزش 40 میلیون یورو خریداری نمودند. گپ سر خریداری شدن جیمز ترافورد می رود که لیدز یونایتد الکی اوید این ترانسفر اعلان کرد. دروازه‌بان جوانی 23 ساله با تیم نو شرطنامه 5 ساله بسته با همین بهانه از زیر سایه داناروما بیرون شد. این هم ترانسفری رکوردی در تاریخ دسته لیدز یونایتد بوده، نوبسته از آن که ترافورد موسم قبلی همگی 17 بازی در صف شهریان گذرانید و 13 گل هم به دروازه‌اش سر داد. در لیدز از این بچه جوان سخت با امیدند. سابق دسته اندنی ایراولا و یکی از تامین کنندگان اساسی ابردستای انگلیسی با بازیگران بدجگر با نام بورنموث هم اخیراً در بازار شیر شد. شفتالها با ارزش 11.2 میلیون یورو دفاعگر خوان را از خود سویل خریدند. دفاعگر 22 ساله که آماری بیش از 100 بازی در لالیگا دارد با 1 تن تجربه در سطح عالی باشگاهی و مدال طلای بازی المپی 24 قدم‌های وسیع به سمت انگلستان میزند. خواهیم دید که خوانلی با چنین تجربه غنی و سن سال جوانی برای حضور به بورنموث و آینده تیم‌های دیگری پیشقدمی وطنی فوتبال مگر سرچشمه اصلی افتخار شده میتواند یا نه. وست هم یونایتد لندنی اگر به چمپیونشیپ هم رفته باشد ولی از دعوت پیرانی کار و سابقه داران هیچ وقت دست نخواهد کشید، زیرا در وضعیت سنگین از چنین بازیگران دستی کمک دراز کرده میتوانند. این نوبت به یاری وست همی غرق ناکامی یوئل ولتمن از برایتون آمده شرطنامه کاری طبق نقشه 1+1 با پفکداران امضا کرد. شرطنامه با نیدرلندی 34 ساله که 6 موسم اخیر را در برایتون گذرانید، البته که مهلت نه آنقدر زیاد داشتنش معلوم است. دسته شاهانه ریال مادرید اگرچه با امید تشکیل دیگر باره گالاکتیکوس وقتی خریداری رودری از من سیتی از بارسلونا شکست خورد، ولی این برایش مانع نشد که گرانترین گزارش ترانسفری با اشتراک بازیگر آفریقایی عملی نماید. اینجا گپ سر خریداری شدن بازیگر منتخب کات دیوار یان دیامانده می رود که بر عوض 125.15 میلیون یورو با شرطنامه مهلتش تا سال 2033 از ارب لیپزیگ به ریال آمد.
بازیگر 19 ساله را مادریدیان توانستند که از چنگال پولداران دیگری بازاری ربایند و به زودی به مادرید بیارند. موسم قبلی باشد دیامانده مؤلف 12 گل و 8 پرتافت گلی در 33 بازی بوندسلیگا گردیده. از این پس میتوانند خویشاوندانش در افریقا از بازیگر تیم شاهی بودن یان سر افتخار بالا نمایند. ولی از جانب دیگر در این جوانی به تنقیدهای انفرادی ژوزه باید که تیار بود. در زمین اندلوسیا و سابق دسته راموس باشد کارهای خریداری همگی بر عوض 4 میلیون یورو انجام داده شد و این هم زمانی عملی گردید که نیم حمایتگر جبریل سو و جنوا فروخته شد. تیم شهر آوازداری گنویا از کشور در خریطه رنگ موزه باشد الکی رسما عاید خریداری سو با عباره سو اعلان نموده باور بر آن دارد که بازیگر منتخب شویتزاریا برایشان در موسم نو سخت کمک رسان می شود. سو الکی 56 بازی در صف منتخب صلیبیان گذرانیده در 2 چمپیونات جهان و 1 یورو هم اشتراک کرده است. غالب لیگ اروپا با اینتراخت در موسم 21-22 در عموم سر از سال 23 در لالیگا 87 بازی و 8 گل دارد. در ایتالیا تیم کومو بر زمین راه یافتنش به یورو جمعه همچنین فابریگاس و نیکو پاس را در دسته نگاه داشته توانست و اکنون باشد از خودی بروسیا دورتموند بازیگر به اجاره گرفت. این هم یانش کوتو می باشد که ارزش گزارش 3 میلیون یورو را تشکیل داده در صورتی در کار شدنش به تیم بعدی انجام مهلت اجاره بازیگر بر عوض 22 میلیون یورو خریداری کرده می شود. معاشکاری دفاعگری 24 ساله هر موسم 5 میلیون یورو را تشکیل داده. کوتو موسم 25-26 19 بازی در بوندسلیگا گذرانید و 2 گل و 2 پاس گلی هم به آمار گرفت. سربیان در فوتبال اروپایی آنقدر زیادند که شماره بازیگران معروف با نسب ایچ تا بس گفتن زیاد است. این نوبت در مورد سربی سابق یوونتوس با نام فیلیپ کوستیچ خواهیم گفت که چون اگنت آزاد به صف PSV از ایندهوون پیوست. شرطنامه با کوستیچ مهلت 2 ساله را در بر گرفته. نیم حمایتگر 38 ساله بعد انجام مهلت شرطنامه‌اش با یوونتوس چند مدت بیکار بود. موسم قبلی سری آ باشد کوستیچ در 18 بازی تیم تورینی 3 گل و 1 ارسال گلی در نامش نوشته کرد و دیگر حیات فوتبالش در صف زبرها به نقطه آخرین رسید. یوونتوس که فرصت‌های اخیر خود ولاخویچ را قبول ندارد آجیچی جوان را به اجاره روان کرد. چگونه میتواند نسبت کوستیچ 38 ساله محبت به فرصت طولانی داشته باشد؟ یکی از پرسر و صداترین گزارش ترانسفری تابستانی با اشتراک تیم PSG البته که خریداری ماگنس اکلیوش از باناکو می باشد. پاریژیان پولدار پس از پیشنهاد صدم بالاخره موناکو را راضی کردند و بر عوض 50 میلیون یورو اکلیوش را با شرطنامه 5 ساله پیراهن خودی پوشانیدند. پاریس سن ژرمن با شادی بزرگ عاید خریداری استعداد جوان صدا بلند نموده خودی بازیگر باشد در استاد د فرانس رقم 11 انتخاب کرد. ماگنس اکلیوش موسم قبلی لیگ یکم در 31 بازی 6 گل و 6 پاس گلی به نامش نوشته کرده. با قول گپ زنان تیم پاریژی باید در دسته عوض کننده اساسی امباپه شده تواند تا که بعداً بر عوض پول نقص او را توانی به ابردسته دیگر فروشی. ولی از پرآوازه‌ترین گزارش ترانسفری در فوتبال روسیایی این گزارش آلبانی نامی به دسته مردمی است. اینجا سخن سری گزارش میرلین داکو از روبین قازان به اسپارتاک مسکو است. شرطنامه بازیگری پرآمار با تیم سابق فدون مهلت 3 ساله را داشته هرچند که مخلصان اسپارتاک از آمدنش سخت ناراضی هم هستند ولی این بازیگر برای دسته کارسدو سخت ضرور می شود. داکوی 28 ساله از منتخب آلبانیا بر عوض 11 میلیون یورو به صف دسته مسکو پیوسته معاش کاریش سالانه 375 میلیون یورو را تشکیل می دهد. با دیدن چنین معاش بازیگر در خیال به سرت می آید که در روسیه پول عموما پرابلم نبوده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.